سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان. به سلسله برنامه‌های بنیاد خیریه میر نظام الدین خوش آمدید. امروز آمدیم چشمه دوغ و قریه خروتی که همیشه آگاهی حاصل نموده بودیم که دو دانه دخترک که معیوب هستند، فلج هستند و پدرشان هم کراچیوان است که روزانه 300 یا 200 افغانی کار میکنه و ما از طریق بنیاد آمدیم که تا اینا را از نزدیک دیدن کنیم. دو تا طفلشان است که اینا تکلیف دارند. اضافه تر از بابیشون بشنیم که چی مشکلات داره. اینمیش 10 ساله است، اینمیش 8 ساله. در شفاخانه ترکیه برده میشه. وضع اقتصادی ما هم گربار است. مریض هم میشه، زخم هم میشه خیلی. دیگه اینمی حالتش از خب پدرت اینا کجاست؟ پدر اینجا در کراچی کار میکنه، کراچیوان است. کراچیوان است. روزانه چقدر حایت میکنه از کراچی خود؟ روز 2 ساعت 3 ساعت 1.5 ساعت ساعت یک نه. سوی تغذیه وریان شده. می حالتایش است. این پایکاش بخی؟ پایکاش بخی دراز نمیشه. اما تو پایکاش چیزه؟ خب این زخم تختی پشتش جایش میشه؟ نه تو شده. این تفلک ها ارتوش هم تو رست؟ ارتوش خودت چی گفتنی داری کسایی که تصویر شما را مشاهده میکنن؟ از جای از را کمک میخوایم خاطر از این دخترها کمک کنن. وضع اقتصادی ما مردم خراب است. فعلا چی نیاز داریم، چی ضرورت داریم؟ پیش اینمی دفتر اینمی بخاری کار داره، چوب کار داره که می خانه بس گرم شود. اینمی صندلیگه کس اینمی پایش میسوزه. اگر او سودهی جپت اینمی تو خونک میخوره از است خونک میگرده. دوا کار داره، زخم شده بیخی زخمی بستر میگه که هیچی جور نمیشه. شما بگیرید بخاری بگیرید نحوه بزرگ 1000 روپیه بخاری نمیشه خانه رو گرم بسازیم که تفلک ها گرم شد. ببینی خدا تراجع با خیر باشید. و علا گفتن امانه دوستای عزیز که شما هستید و ما هستیم. خداوند خیر بده آن دوست ما را که همین مبلغ پول را برای بنیاد خیریه میر نظام الدین مساعدت نمیده بودن که ما توانستیم یک شکل پول ارتباطی بیاییم و مصدر خدمت به نیازمندای عزیز سرزمین شویم. تشکر از توجهتان. تا برنامه بعدی الله نگهدار.